اوایل حکومت رضا شاه بود که یک زن و شوهری که کارشون اجرای تئاتر بود و اصالتاً گرجستانی بودن به رشت اومدن. اون زمان توی کشورهای مسلمان معمولاً زنها روی صحنه تئاتر نمی‌رفتن. آقایون بزک می‌کردن و لباسهای زنونه می‌پوشیدن و نقش زنها رو بازی می‌کردن. اما عبدالله به همسرش خیرالنسا خانم پیشنهاد میده که برای اولین بار همسرش با خودش روی صحنه بره. اون شب سالن تئاتر پر از تماشاچی بود و این زن و شوهر گرجستانی به صحنه رفتن. استقبال شدید بود و اونا تصمیم گرفتن که دیگه به گرجستان برنگردن و همونجا به کارشون ادامه بدن. این زوج 5 دختر زیبا داشتن که کوچکترین دخترشون که امروز می‌خوایم راجبش صحبت کنیم ملکه خانم هستن. این 5 نفر به مدد و تشویق پدر و مادرشون به صحنه میرفتن و خوش میدرخشیدن تا اینکه پدرشون یک نمایش سیاسی بازی کرد و بعد از اون با ما همراه باشین تا قصه زندگی بانو ملکه رنجبر رو با هم مرور کنیم. ملکه یک تئاتر سیاسی بازی میکنه. امنیتی ها میان و ایشون رو کت بسته از روی صحنه میبرن و در نهایت از رشت به همدان و بعد از اون به تهران تبعید میشن. عبدالله کارش رو از دست میده. دلشکسته و ناامید در شهرداری استخدام میشه. اما یه روز دست دختر کوچکش ملکه خانم رو میگیره و به تئاتر پاریس پیش خانم لورتا میبره. به خانم لورتا میگه خودم که هیچی، اما دوست دارم این دختر توی تئاتر به یادگار بمونه. ملکه کوچک اولین تئاتر خودش رو در نقش کوزت بازی میکنه و میشه کوزت تئاتر ایران. این دخترک ریزنقش خیلی زود در تئاتر میدرخشه. ملکه رنجبر متولد 10 شهریور 1310 در رشته. پدر و مادرش از اولین پایه‌گذاران تئاتر در رشت هستند. ملکه خانم تحصیلات خودش رو تا 3 متوسطه در رشت ادامه میده و بعد از اون زیر نظر پدرش تعلیم بازیگری میبینه. از بعد به افتتاح تلویزیون با اجرای برنامه‌های زنده به همکاری با تلویزیون پرداخت. در سال 1325 هم شروع به فعالیت در رادیو کرد. ملکه رنجبر از ماجرای ازدواجش اینطور تعریف میکنه که برای اجرای تئاتر به شیراز رفته بودم و در آنجا جوانی بود که هر شب بعد از اجرای تئاتر با یک دسته گل به دیدن اجرای من میومد. وقتی به شهرم برگشتم دیدم که ایشون زودتر از من رفته و از پدر و مادرم منو خواستگاری کرده. ایشون از خانواده محترم و معتقدی از شیراز بودن. ما با هم ازدواج کردیم، اما پدر و مادرم خیلی علاقه به این ازدواج نداشتن، چون میگفتن ایشون از یک خانواده مقیده و من هنرپیشم. در نهایت موفق به ازدواج شدم، اما متاسفانه ایشون در جوانی به علت بیماری فوت کرد و منو تنها گذاشت. ملکه خانم یک پسر داره به اسم فریبرز ایروانی که تحصیلات دانشگاهیش رو در انگلستان به پایان برده. ملکه بعد از انقلاب چند سالی رو به انگلیس رفت تا در کنار فرزندش باشه. 20 سال بعد به ایران برگشت و بعد از بازگشت به ایران برای فعالیت در تلویزیون دعوت شد و بدین ترتیب فعالیت هنریش رو دوباره سر گرفت. مهمترین فیلم هایی که ملکه بازی کرده اعتراف، مرد بارانی، نان، عشق و موتور هزار و چپ دست در سال 1384. این بانو در سال 1392 بعد از بازی در تلفیلم هیچ و پوچ به دلیل کهولت سن دیگه در هیچ فیلمی بازی نکرده. ملکه خانم میگه کاش هیچ وقت به دنیای سینما وارد نمی‌شدم. او میگه اگر به گذشته برمیگشتم هیچ وقت وارد این راه نمی‌شدم و در خونه می‌نشستم و فکر کار کردن رو هم نمی‌کردم، چون این شغل سختی‌های فراوانی برای من داشت. این بانوی هنرمند پنجشنبه 8 اسفند 1398 در بیمارستان کسرای تهران بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن 88 سالگی درگذشتند. روحشون شاد و یادشون سبز.